اصلش ولات الامور، صاحبان امر، مسلمان ها را الله تعالی به اطاعت صاحبان امر کرده است. الله تعالی میگوید که اطاعت الله تعالی کنید، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت الله تعالی کنید، اطاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم کنید و اولی الامر منکم. و نگفت که و اطاعت اولی الامر منکم نگفتو و اولی الامر خود را هم گفته عطف کرد، یعنی مضمونش اطاعت کنید، لیکن کلمه اطاعت کنید را تکرارا ذکر نکرد. برای چی؟ برای اینکه اولو الامر سخن آنها همه وقت قابل قبول نیست، همه وقت آنها را اطاعت کرده نمیشد. همان وقت آنها را اطاعت کرده میشود که امر و نهی آنها طبق امر و نهی الله تعالی باشد. اولو الامر کی است اصلش؟ این علما هستند. برای آنکه الله تعالی در سوره نساء آیت 83 میگوید که و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. و اگر بر مسلمان ها یک آوازه، یک خبری رسد، خواه آن خبر امنی باشد، خواه خبری خوف باشد، خواه خبری خرسندی، خواه خبری بد باشد، اینه باید همین خیل با برابر شنیدن پهن نکنند. اگر آن را به پیغمبر صلی الله علیه و سلم برگردانند، در حالت زنده بودن پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اول آمده به پیغمبر صلی الله علیه و سلم رساند و در صورت بعدی وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم و الی اولی الامر منهم، به اولو الامر خداشان آورده رسانند. اولو الامر آنهایی که امر میکنند مردم را. بعد در دوام سیاق میفهمید که اولو الامر کی است؟ اصلا اولو الامر امیر است یا عالم است؟ الله تعالی گفت که و الی اولی الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. از بین آنها، آنهایی که استنباط میکنند، حکم میبرند، مصلحه و مفسده را جدا میکنند که اینها عالما هستند، از یک پهن کردن خبر فایده هست یا ضرر هست. خبر کردن، پهن کردن یعنی همین خبر به همین اسلوب آیا بر فایده مسلمان ها و بر ضرر دشمنان مسلمان ها هست یا عکس؟ اینه کی میفهمد؟ اینه عالم ها میفهمند. اصلا امیر باید عالم باشد. خیلی که وقتی که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم راهبر بودند، عالم ترین مردم بودند و امیر مردم بودند. وقتی که از دنیا گذشتند، حضرت ابوبکر صدیق خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم شدند، جایگزین رسول الله صلی الله علیه و سلم. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم مسلمان ها ابوبکر را اختیار کرده، آمده بیعت کرده. انا همین گونه وقتی که ابوبکر از دنیا گذشتند، خلیفه را معین کردند که عمر است، برای اینکه عمر بعد ابوبکر عالم ترین امت بود. عالم ترین شخص امیر میشد. انا هم با الله تعالی امیر اطاعت کن میگوید، پیامبر صلی الله علیه و سلم امیرت اطاعت کن میگوید. مقصد عالم است، نه اینکه امیرها یک شخصان بی سواد باشند و عالمها در مسجد نشینند. اصلش نماز جنازه هم امیرها میخواندند. ببینید حجاج ظالم با وجود ظالمیش نماز جمعه برآمد میکرد، جنازه هم میخوان، عید هم میخوان، جهاد هم میرفت، همش با همراهی امیر میشد. امیر باید عالم ترین مردم باشد.